در مرکز نوحیه ترک‌آباد جشن تاریخی و قدیمی سده بوشکو شاهآمد خوسا تجلیل کرده شد. در هفته جشن همه آیین و سنت‌های نیوگان رعایت گردیده در برابر رستن گلخان همزمان آمادگی خویش را با موسم کشت و کاری بهار ثابت ساختند. جشن سده همچون آیین نیوگان جهت آمادگی به کشت و کاری بهاری در نوحیه به طور خاطرمان برگزار کرده شد. این جشن اجدادی در برابر نوروز خجستپای و مهرگان در دوره صاحب استقلالی مملکت در این نوحیه دوردست نیز از نو احیا گردید. سده به مانند نوروز و مهرگان تجسمگر سنت‌های نیک انسانی است که فیض و برکت خون پرنعمت کشاورزان را انعکاس می‌نماید. امروز جشن سده را در ناحیه ترک‌آباد به یک شکوه شهامتی تازه جشن گرفتند. زحمتکشان ناحیه تمام محصولات خود را به معرض تماشا گذاشتند و زحمتکشان ناحیه ترک‌آباد در سال 2022 به مقدار 28933 تن محصولات کارتوشکا جمع‌آوری نمودند که از این 3325 تنش را برای کشتی سال آینده ذخیره نموده و کشاورزان ناحیه کوشش می‌نمایند که در امنیت عضوکاوری جمهوری سهم خود را گذارند. کشاورزان ناحیه ترک‌آباد در این روز گوشه‌های خاص محصولات دهقانی، هنرهای مردمی و استحصال دستی را تشکیل کرده نشاط و خرسندی نمودند. عاید به پیدایش و ماهیت جشن سده در سرچشمه‌های تاریخی و ادبی روایت‌های مختلف زیادند. جشن مذکور بعد از 100 روز آغاز زمستان یعنی 50 روز و 50 شب تا نوروز جشن گرفته می شود که از این سبب آن را جشن سده نام نهادند. تا امروز به ناحیه 31 عدد تراکتور MTZ 82 یک اساسیاب کارخانه واحدی دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزم وارد شده است. ما در این عید سده یک بار دیگر تکنیک‌ها را از نظر گذرانیم. بعد تعمیری جاری که همه تکنیک‌های ما آماده به کشتکار بوده در مهلت‌های کوتاه بعد نوروز ما کشتکارمان رو انجام میدهیم. جشن سده در ناحیه ترک‌آباد بوشکو شاهآمد خوسا تجلیل گردیده با احیای جشن‌های مردمی در این ناحیه کوهستان کشور مساعدت نمود.